در مرحله آخر سنباده کاری میشه و با سنباده با صبر و حوصله استاد داره برای اینکه ضد آب بشه یکم روغن معمولی که برای ماشینا استفاده میشه میزنیم خورده چوب میره ضد آب بشه، رنگش هم قشنگ شه، هم ضد آب میشه آره، هم مثلا رنگش هم یکم بهتر رنگ میگیره. اینا به مرور خوردش میره و دیگه دستو چرب نمیکنه. این موقع همین الان دیگه خوردش بره دیگه تموم. کنه برمیداری شو کنه این حالت الان تمام شده این کار با دسته‌ای که ساختیم با توسط استاد عزیزمون. این نمونه کارهای زیادی هست، دسته‌های مختلف، شکل‌های مختلف. این سلیقه‌ایه، هر کسی یه سلیقه‌ای به کار میاره تو دسته. میتونین اصلا صاف باشه، میشه شکلش بدین هر شکلی که دوست دارین. اول بریده میشه، حالا ما طبق این فیلمایی که گذاشتیم، ویدیوهایی که گذاشتیم مشخص. اینم یه روز هم براتون ساخت تیغش هم براتون ویدیوشو ارسال میکنیم. دوستان از اینکه با ما بودین خیلی ممنون.